بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه دکتر الک رویانتن است. دکتر الک چرا سکته‌های قلبی، جانی و بونی میکشید؟ چه کار کنیم که بیمار نشویم؟ از چه وسایل استفاده کنیم برای بیماری خود؟ دکتر الک من چیزی نمیدونم. خلاصه باید گفته باشم من هم بیشه صحبت نمیکنم. تموم شده آرام جو بله دوی شما دارم میگیرم سر پنده یا خود سر پنده بریم جو جامعه خوبه پنده رو فقط پنده باید نمیرم گفته شده باش موجودی 10 بکنیم نیجه بوش بکنیم. حالا خب روانتنم باره بسم الله الرحمن الرحیم. بریم آیون دیانمون عرضی ما خوشی تمنا داریم که ما برنامه زود تمام میشه. سر 5 دقیقه برنامه تمام میشه. الان 1 دقیقه بود، نه 5 ثانیه گذشت. بعد ما همین درباره سکته ها صحبت کنیم. چون امروز درباره اینا صحبت کنیم که چرا ما آمده اینجا کالش خوب رفته. خب ببین آدم خب آدم کره باز داشته ولی این سیگار نامشتبه نکشید. بگوشه این سیگار رو چی نکشید. خدا بهش بگیم اعصاب باسه آدم بداشته نگوییم اعصاب ببریم. بگوشه این لامصب قلب این کلیه لامصب چرا خراب بکنی؟ خب این یارو دیوانه همش بودی آمده این چیزه هم به خراب کرده باید باید صحبت بکنه. نگو والا قلب دیده ریده بیونش رفته اصلا قلب نیسته بهش نبی لرمته بیار بالا دفتش میاره بالا. نگو جان تو حضرت باشی. بعد به من عزیزی آدمان کوک روی دیگه مثل این آقایی که کاله رو کوک روی بهشون بگی دست بیار بالا دستش کنده میشه. بگیره دست پاس بیار بالا پاش کنده میشه. بعد این دو چیزایی که کنده میشه بره با کنده میشه بعد ما باید سعی کنیم اونا رو به آرامی رها کنیم بره اینا. دوری خیلی راحت کردیم باور کنم. بله خوب بهشون بگیم کره ها رو بگیم خود مثلا نقصه برمیتون الان بریم که بشه کنیم دیگه معتاد نشید. دقیقه رفته نگاه اینم ببیار خود چه نیزی آوردی؟ عجب خواهی بودی با توی باره ویزیت داشتم یکی دو تا سه تا چهار نفر مثل این آقا اومده بشمه ویزیت کرده. ببینی روی شرابه بهش کنی همونجا بشه روی صندلی مثل رو کلمه. خب ببینی تو خواهر بسید باید بری شیشه رو بگیرید یکی تایی ولی کتاب رو نکشید.
پای روی شیشه هم نکشم. بله ما بکنیم ارتباط تلفنی داریم. بله دکتر ابلولی هستون بفرمایید. بفرمایید دکتر ابلولی هستون بفرمایید. الو دکتر بفرمایید جان. دکتر ما چه بکنیم توی خراب بشیم؟ اما جان این سیگارا لامصب و این شیشه ها رو میگیرید تو رفیقت بکشید. یکی تا این وربا نیستید نکشید یکی این ور نیستید نکشید. دیگه از این کارا رو کنید نکشید. خداحافظ هم جان خداحافظ. بله تو دیگه نداریم. 5 دقیقه شد انده. بله من وقت کم داره وقت تموم میشه. چون ما حس حالی به این متدان عزیز بدیم. یه 2 تا لطیفه براشون تعریف میکنیم ببینید در چه وضعی هم. یه لطیفه هاشون تعریف میکنیم. یه لطیفه ماله باله خب یه لطیفه یه مردین بره دستوری بگه شکر تو برقا برای تلویزیون نشوریم برای که من از بر نفرستم میگه از بر نفرستم چرا خنده داری در بر